میدونی برای ویژگی اندام باسن برجسته باید چیکار کنی؟ همیشه توی اندام نرمال باسن 5 سانتی متر از قسمت سینه باید بزرگتر باشه که یه اندام خیلی زیبا رو اون فرد داشته باشه. حالا اگه شما دارای اندامی هستی که باسنت به جای 5 سانت 10 سانت، 15 سانت، 20 سانت از سینه‌تون بزرگتره، یعنی شما دارای ویژگی اندام باسن برجسته هستی و باید بدونی که چه قسمت‌هایی از الگو رو باید تغییر بدی تا توی قسمت باسن وقتی لباس رو میدوزی کشیدگی احساس نشه. تمام این اندازه و این آزادی رو ما نمیتونیم از قسمت پهلو به الگو اضافه کنیم به دلیل اینکه خیلی انحنای پهلو شدید میشه و این کاملا غلطه و باید دقیقاً سر جای خودش توی باسن به الگومون اضافه کنیم که بهتون آموزشش رو میدم. برای باسن برجسته من میام اول یک کاری رو انجام میدم. میام ببینم که بیرون رفت باسن من در قسمت پهلو چه مقداره. خطکش رو میذارم یه قسمتش رو در اینجا و یه قسمتش در اینجا طوری که 2 سانت گونیا بشه. اینجا ببینید 2 سانت گونیا بشه و بعد اینو برمیدارم. اینجا حدود 1 سانت و نیمه. توی قسمت جلو هم مطمئنا همین اندازه هست و من برای عزیزی که باسن برجسته‌ای داره تا 4 سانتی متر میتونم از اینجا خارج بشم، یعنی اجازه این رو دارم. اگه باسن برجسته شما توی همین 4 سانتی متر، یعنی اختلاف باسن و سینه شما با 4 سانتی متر از قسمت پهلو در جلو و پشت اصلاح میشه که دیگه فقط توی پهلو این کار رو انجام میدید. از اینجا 4 سانتی متر بیرون یا 3.5 سانت یا هر مقداری که باسنتون برجسته است و اونو به شکل منحنی به قسمت پهلو وصل میکنید. اما اگه بیشتر از این باسن برجسته است که ما داریم، افرادی که باسن برجسته‌ای دارن، ما میتونیم توی قسمت پشت حتما باید درزدار باشه و از قسمت پشت هم عزیزان میتونیم 0.5 سانتی متر، حتی توی لباسای تنگ میتونیم تا 1 سانتی متر به اینجا اضافه کنیم. پس من 0.5 سانتی مترم از اینجا به الگو اضافه میکنم و اگه باز هم اضافات باسن بیشتر از این بود باید قسمت ساسون رو تا قسمت بالای بالاتنه من درزدار برش کنم. برای این کار میام وسط ساسونم رو یه برش رسم میکنم تا پایین و این رو تا انتهای ساسون سرشونه رسم میکنم و ساسون سرشونه رو هم توی برش قیچی میزنم. این 2 تا تیکه رو قیچی میزنم و مقدار اضافه‌ای که هنوز باید باسنم برجسته تر باشه در این قسمت در پایین الگو اضافه میکنم و به قسمت کمر به 0 میرسونم. لباس من برای اینجور افراد حتما باید در قسمت پشت درزدار باشه و اینجا رو کاغذ میچسبونم و عوضمان مد نظرم رو بهتون میگم، انجامش میدم و بعد توضیحات کامل رو براتون انجام میدم. عوضمان هامو با کاغذ یه رنگ دیگه نشون دادم که کاملا مشخص باشه. من گفتم توی قسمت پهلو ما از اینجا 4 سانت میتونیم خارج بشیم. من جای دوخت رو هم در اینجا در نظر گرفتم. در قسمت جلو و پشت هر دو تا این کار رو انجام بدم. توی قسمت جلو هم هر مقداری که باقی میمونه رو در اینجا من دادم. من از هر طرف 1.5 سانت اضافه کردم. یعنی تقریبا اختلاف کمر و باسن من یه چیزی حدود 32 سانتی متر بود که 4 سانتی متر از قسمت پهلو رفت اضافه شد یعنی، و در قسمت برشم هر کدوم 1.5 سانتی متر یا 1.75 سانتی متر میتونید اضافه کنید و از قسمت پشتم 0.5 تا 7 میل من اضافه کردم. به این شکل من الان الگویی دارم که مناسب باسن برجسته است و کاملا باسن توی این جا میفته و بیشتر اضافات توی قسمت پشت داره انجام میشه.
حتما اینجا باید برشدار باشه و از اونجایی که الگوی من با جای دوخته، شما باید به این قسمت کامل توی این برش جای دوخت 1 سانتی رو در نظر بگیرید. یا اگه براتون سخته، همون ابتدا بیایید جای دوخت الگو رو کلا حذفش کنید، باسن برجسته رو، اشکالات اندامیش رو انجام بدید و بعد روی پارچه جای دوختش رو براش در نظر بگیرید.